ورزش بدمنتون چیست و چگونه انجام می شود؟ مبدای این ورزش کجاست و چگونه به افغانستان رسید؟ ابعاد و مشخصات میدان و وسایل مورد نیاز در بازی بدمنتون چیست؟ قوانین اصلی این بازی کدام ها اند؟ دستاوردهای مهم بدمنتون در افغانستان از چی قرار است؟ ورزش بدمنتون چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر رشته های ورزشی متمایز کرده و علاقمندان زیادی را به خود اختصاص داده است؟ برای دانستن در ادامه با ما باشید. بدمنتون ورزشی است که با توپ پردار و رکت بدمنتون در سالن مخصوص آن انجام می شود. مبدای این ورزش کشور هند است که این ورزش را به نام پونا انجام می دادند. این بازی توسط افسران ارتش انگلستان از هندوستان به انگلستان انتقال داده شد. در قرن پنجم در چین بازی به نام تایجنزای وجود داشت که در آن به توپ در هوا ضربه می زدند. در حدود سال 1600 مردم در اروپا بازی به نام جیودوولاند را با استفاده یک ریکت انجام می دادند. زمانی که افسران انگلیسی در هندوستان مستقر شدند، این بازی را به انجام تغییرات در بازی بیتلدور اند شتلکاک ابداع کردند و چون به طور عمده توسط افسران مستقر در شهر پونا بازی میشد، به این نام شهرت پیدا کرد و خیلی زود از آن یک رقابت ورزشی ساخته شد و آنها در اوایل سال 1870 آن را همراه با وسایل و تجهیزات لازم به کشورشان معرفی کردند. بدمنتون در کشور هندوستان در شهر پونا آغاز شد اونجا و اونجا مردم به شکل سنتی بازی میکردن. اونجا میدان و فرش چیزا نبود. دوک انگلیسی رسما این بازی را به انگلستان معرفی کرد. در سال 1873 با برگزاری یک مهمانی در محل زندگی خود ترتیب برگزاری بازی پونا را داد و این بازی از همانجا توجه سایرین را جلب کرد و میان طبقه معرفه جامعه انگلستان شناخته شد و از آنجا گسترش یافت. آنها بازی جدید به نام محل زندگی دوک بدمنتون نامیدند. در شهر انگلستان بدمنتون رشد کرد و بعض قوانین بعضی اضافه کردند و در سال 1901 اینا میدان مستطیل شکل معرفی کردند و برازی قانون بین المللی را جور کردند و اونجا قبول شده شد و بدمنتون آغاز شد به مسابقات و بازی. زمین بازی بدمنتون به شکل مستطیل می باشد و با خطوط به عرض 40 میلیمتر کشیده می شود. خطوط زمین باید به سادگی قابل تشخیص بوده و بهتر از با رنگ سفید یا زرد کشیده شود. در قسمتی که ایستاد هستم و میدان بدمنتون 6 متر 10 سانتی است. وقتی که ما میدان سنگل می باشه یا به شکل دو نفر می باشه، این خطی که ما فعلا استاد هستم اینجا حوض می باشه، این داخل میدان نمی باشه و هر وقت که به شکل بازی دبل می باشه این داخل میدان میشه و این در داخل میدان میشه و اینجا شتل بخوره یا پر به نمره حساب میشه. پای ما 1 متر 55 سانتی بلندی پایه می باشه که در این جال وصل میشه. در این قسمت که پیشتر براتون گفتم فیته جال که 1.5 سانتی متر است، 1.5 انچ است. به این شکل هر سل یا سوراخ از این جال 1.5 سانتی الی 1 سانتی می باشه. بر جال استاندارد 70 سانتی است و طول که جال است 6 متر 10 سانتی فکس برابر میدان بدمنتون می باشه. دیگه از مواد تار جور شده. توپ بدمنتون از مواد طبیعی یا مصنوعی ساخته می شود. سر آن باید از جنس چوب پنبه که لایه چرمی دارد باشد. توپ چرمی باید دارای 16 پرک باشد که به پایه وصل می شوند که بیشتر از بالهای غاز برای ساخت این توپ ها استفاده می شود. وزن توپ باید بین 4.7 تا 5.5 گرم باشد. در بازی‌های بین المللی حداقل ارتفاع زمین تا سقف برای تمام سطح بازی برابر با 12 متر و اندازه استاندارد در بازی‌های باشگاهی 9.14 متر می باشد. سراسر فضای بالای زمین بدون هیچ گونه ساختار اضافی بوده و موانع مزاحمی همچون ساختارهای نورپردازی در آن وجود ندارد. برای راحت دیده شدن توپ بدمنتون دو طرف پایانی زمین نباید به رنگ سفید باشد. حداقل درجه نورپردازی 1000 لوکس پیشنهاد می شود که سبب ایجاد نور یک پارچه در فضای زمین بازی می گردد. نباید نور مستقیم در روبروی ورزشکار یا بالای زمین قرار بگیرد. مکان مناسب
جهت روشنایی در دو طرف طول زمین بدمنتون می باشد. همچنین تمام نورهای مستقیم آفتاب یا نور روز باید از بین برود. بازی بدمنتون توسط 2 یا 4 بازیکن انجام می شود. بدین صورت است که بازیکنان با کمک رکت توپ را به سمت زمین حریف می فرستند و سعی می کنند آن را در محوطه مشخص به زمین برسانند. برنده بازی تیمی است که 2 گیم 21 امتیازی را برنده شود. رکت بدمنتون معمولا از جنس فلزی می باشد. رکت از قسمت های دسته، میله، گلو یا سیراهی صفحه رکت تشکیل شده است. هنگام شروع گیم باید از قسمت راست زمین اقدام به زدن سرویس نماید. فقط سرویس گیرنده حق برگشت سرویس را دارد. در صورتی که توپ به همبازی گیرنده سرویس برخورد کند یا ضربه به توپ وارد کند خطا محسوب می شود و در این صورت به زننده سرویس یک امتیاز تعلق می گیرد. پس از برگشت سرویس توسط دریافت کننده هر یک از بازیکنان می توانند به توپ ضربه بزنند. پس از پایان هر گیم و در شروع گیم بعد می توان جای افراد را عوض کرد. این هم باید اضافه کرد که در بازی دوبل یا 2 نفره سرویس بلند تا انتهای زمین نیست و تا خطوط جلوتر از آن است و اگر توپ در مستطیل انتهای زمین فرود بیاید امتیاز برای حریف است. ورزش بدمنتون خطاها و فلتها وجود داره. اگر یک پلیر لباسش یا رکتش در نت یا در جال تچ کنه این خطا حساب میشه و پوینت به نفع حریفش میره. اگر شتل یا پرک از میدان حریف نگذاشته باشه حریف مقابل و رکت خود پیش کنه در میدان از او تعرض کنه این هم خطا حساب میشه و پوینت به نفع حریف مقابل حساب میشه. این 2 خطایی است که در نت همیشه عملی میشه در بعضی مسابقات و اگر یک پلیر پایش در هنگام مسابقه طرف میدان حریف بره او هم خطا حساب میشه و حریف یک پوینت از او میگیره. اگر در جریان بازی بدمنتون وقت سرویس می شود اگر یک پلیر پایش سر خط باشه سرویس کنه یا هم خطا حساب میشه و پوینت به نفع حریفش میره. اگر در جریان سرویس کردن در بدمنتون قانون است اگر پلیر در پر شتل بزنه یا هم خطا حساب میشه و پوینت به نفع حریفش میره. و دیگر خطایی است که وقتی ما میخوایم سرویس کنیم اگر پلیر رکت خود 2 دفعه تماسش ببره و پس بیاره این هم تکان بده یا هم خطا حساب میشه و نفر مقابل پوینت میگیره. وقتی پلیر سرویس میکنه اگر پر از سرویس لاین عبور نکنه و ایش پایین کوتاه بفته این به نام شات میگن و هم نمره به حریف مقابلش میره. ورزش بدمنتون به عنوان یک بازی پرهیجان و شاداب محبوبیت و طرفداران زیادی پیدا کرده است. بازی بدمنتون سرعتی بوده و نیاز به استقامت، دقت، تعادل و تصمیم گیری های بسیار سریع می باشد. این بازی در فضای باز و بسته انجام می شود. بازی بدمنتون به علت جذابیت و تحرکات و همچنین ظرفیت و دقت زیادی که دارد به جهت رد و بدل شدن سریع ضربات و امتیازات تماشاچیان زیادی را به خود اختصاص داده است. فدراسیون بدمنتون در سال 1350 ثبت و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش شد که در رأس آن آدینه سنگین انتخاب گردید. بعداً رسول دشتی، عبدالعظیم نیازی، سید گل ظهوری و فرهاد مجیدی، مسرور آرزو و ارشاد الحق به ترتیب سمت ریاست فدراسیون بدمنتون را به عهده گرفتند. این رشته ورزشی در ولایت‌های هرات، مزار، تخار، بامیان، بدخشان، لغمان، ننگرهار، فرا، سرپل، کابل و غزنی نمایندگی فعال دارد که تعداد مجموعی این رشته در مرکز و ولایت تقریباً به 500 تن میرسد. تعداد اعضای تیم ملی به 40 تن میرسد. این فدراسیون توانسته در 2 سال اخیر فعالیت‌های چشمگیری داشته باشد. بر علاوه اداره تربیت بدنی و ورزش توجه نهادهای خارجی را نیز به خود جلب نموده است. مسئولان در فدراسیون بدمنتون با تلاش‌هایی که در زمینه رشد و پیشرفت ورزش بدمنتون داشتند، توانستند کمک و همکاری‌های دفتر تیکا را از آن خود نمایند که این دفتر برای 170 ورزشکار وسایل ورزشی و البسه ورزشی تهیه و در دسترسشان قرار دادند. گفتنی است این فدراسیون رقابت‌های منتخب خودش به شکل زون در ولایت‌های مرکزی کشور مانند ننگرهار، بامیان، هرات، بلخ و کابل دایر کرده است. و به تعقیب آن هیئت رهبری فدراسیون بدمنتون توانستند رقابت‌های تیم ملی قهرمانی افغانستان را
میان ورزشکاران ولایت هرات، بلخ، تخار، بامیان، بدخشان، لغمان، ننگرهار، فراس، سرپل، کابل و غزنی با حمایت مالی سفارت اندونزیا در کابل برگزار نمایند. بر علاوه فدراسیون بدمنتون کشور با سعی و تلاشی که داشتند مسابقات قهرمانی بدمنتون را میان ورزشکاران افغانستان و ورزشکاران از کشورهای روسیه و پاکستان برگزار کرد. در این رویداد جهانی 5 ورزشکار که 3 تن از کشور روسیه و 2 تن از کشور پاکستان و از افغانستان 27 تن اشتراک نموده بودند و با هم در کابل به رقابت پرداختند که هدف از برگزاری این مسابقات تبادل تجربیات عنوان گردیده است.